با گذشت چند روز نیز واکنش‌ها به نطق پراحساسی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست روسیه جمع آسیای مرکزی در آستانه پایتخت قزاقستان پایان نمی‌یابند. ولی اکنون احساسات می‌گذرد و بیشتر نظرهای تحلیلگران بیان می‌شود. فکری که بیشتر گفته می‌شود این است که پرزیدنت تاجیکستان مهمترین ناسازگاری مناسبت‌ها را میان روسیه و دولت‌های آسیای مرکزی آشکارا در میان گذاشت. президенти мо тавонист ки ҳамун лаҳзаҳои муҳимтарини номувофиқатии сиёсати давлатҳои муштаракулманофеъро нишон диҳад ва дар ин ҷо ҳамчун як президенти кишвари мустақил баромад кард ва баъзеҳо нисбати ин масъала маҳз аз ҳамин нуқтаи назар фикр карданд ки гӯё ин бар зидди манфиатҳои русия бошад, лекин аслан ин ба манфиати ҳамаи кишварҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ буд. давлатҳои мустақил дар ҳақиқат на ҳама вақт аз тарафи партнёрҳое ки шарикони стратегии онҳо дуруст дарк карда мешаванд, манфиатҳои якдигарашонро гӯем ки ба назар намегиранд ва русия ҳам ҳамчунин ҳамин гуна як хислатҳое дорад ки ба манфиатҳои миллии дигарҳо кам эътибор медиҳад ки ин сабаби нофаҳмӣ дар байни дигар халқҳо мешавад. برخی دیگر از کارشناسان برینند که امامعلی رحمان نه فقط پیام تاجیکستان بلکه ناراضگی همه کشورهای آسیای مرکزی را بیان کرد، هرچند سران آن کشورها سکوت می‌ورزیدند. یعنی به نظر بنده به احترامی روسیه در آن است که چنین قرارهای تقدیرساز به مانند آغاز جنگ در اوکراین رهبریت سیاسی مسکو عادتاً بی مصلحت با شریکان و پارتنرهای خود قبول می‌کند. از اینجا برمی‌آید که مسکو جنگ را بی مصلحتی پیشکی سر کرد و پیامدهای آن به ضرر همگان می‌رسد. البته همه کشورهای کوچک و هم بزرگ و هم کوچک به مانند تاجیکستان و یا قرغیزستان که اقتصاد آنها به روسیه خیلی وابسته است، پیامدهای ناخوش جنگ اوکراین بیشتر تاثیر خواهد کرد. البته همه شریکان مسکو از استانه تا دوشنبه از این رفتارش شاید ناقدر راضی باشند و شاید حتی آن را همچون یک طرز بی احترامی هم بررسی کنند. اما کارشناسی مسائل آسیای مرکزی در مسکو ارکادی دوبنوف میگوید نطق رحمان طرفی دیگری مسئله را نیست که به خودش دخل داشت آشکار کرد. این شاید یک فاجعه خود رحمان باشد، ولی انیق برای مردم تاجیکستان است، چون رهبرش شخصی است که در جای خودش ننشسته است. حداقل او باید کیها از این مقام میرفت و جای را برای نفرانی خالی میکرد که میدانند که چی باید کرد. من به هیچ صورت نه پوتین و نه روسیه را سفید نمی کنم که واقعا هم تاجیکستان را همچون یک مکان ضعیف استفاده کردند. واقعا هم با تایید خود رحمان تاجیکستان مقامش را به حیث یک کشور ناکام تصدیق می کند. ولی در این حالت تنها روسیه گناهکار نیست. اینجا گناه رژیم حکمران در خود تاجیکستان هم هست. تاجیکستان و روسیه دو شریک نزدیک استراتژی به حساب می روند و بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج در تاجیکستان جایگیر است. این زمان اقتصادی تاجیکستان به پول مهاجران وابسته است که از روسیه به تاجیکستان فرستاده می شود. امامعلی رحمان از متحدان اساسی ولادیمیر پوتین به حساب می رود و پس از آغاز جنگ در اوکراین پوتین اولین سفر خارجیش را در تاجیکستان انجام داد.